این طرف ثواب عالم میفهمه. پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرماید که برای عالم استغفار طلب میکنه ملائکه، بلکه ملائکه بالای خود در زیر پایش میمانه. چرا می قدر و منزلت برای عالم است؟ و باز میگه که حتی ماهی در دریام طلب استغفار برای کی میکنه؟ عالم میکنه. او مقام و منزلتش بیبی، اینجا اهانتش بیبی. چرا او مقام برش اونجا حاصل است و اینجا اهانت چرا حاصل است؟ بیان عالم سبب وحدت کل ملت ها میشه. بیان عالم سبب بیداری ملت میشه. بیان عالم سبب راهیابی ملت میشه. کتمان عالم سبب تفرقه و بدبختی مردم میشه. کتمان عالم سبب گول ماندن مردم میشه که حقیقت درک کرده نمیتونه. کتمان عالم سبب عظیم میشه که مردم امو قسم نادان و جاهل باقی بمانه در تاریکی. پس معلوم شد که بیان عالم اهمیتی به سزای داره. کتمان علمم اینمی قسم در مقابلش عذاب زیاد داره. اگر علمای یهود اوصاف پیغمبر علیه السلام همچنان که در تورات و انجیل می آمد، دو طایفه یهود و نصارا بیان میکرد ساکنین جهان یک ملت بود یا سه ملت بود؟ یک ملت می بود. یهودیت نمی بود، نصرانیت نمی بود، کلگی ملت واحده به نام اسلام می بود یا نمی بود؟ بالکل. مردم یهود و نصارا را علمایشان از این نعمت بزرگ محروم کرد یا نه؟ برشان این توهمات دادن که ما و شما دوستان الله هستیم، ما و شما نجات یافته هستیم. پندارهای باطل پشتی سر می آوره. با پنداری باطل به عوام خود می گفت، عوام بیچاره قطع ازوا بود، در بدر شدن، از نعمت بزرگ ایمان محروم شدن. امروز عمل بدبختی و تفرقه ما کیست؟ عمل بدبختی و تفرقه ما علماست. مسئله را از پیشش پرسان میکنی، حقیقت برات میگه؟ مولوی صاحب رفلیدین چطور است؟ اول از پیشش سوال بکن، مولوی صاحب بعد از قرآن کریم در بین مسلمان ها کدام کتاب خیلی قابل چی است اعتبار و اعتماد است و مستند است؟ مولوی صاحب برات میگه بخاری شریف است. بخاری شریف است. باز از پیش سوال که بخاری شریف کتابی چی است؟ میگه کتاب حدیث است. حدیث چی نمیگه ملا صاحب؟ حدیث تالی نمیشناسی؟ قول و عمل پیغمبر و تقریر پیغمبر به نام چی یاد میشه؟ گفتار پیغمبر حدیث، عمل پیغمبر حدیث. و بعد از او بگوی اگر پیش روی پیغمبر کسی گپ گفته یا پیش روی پیغمبر کسی عمل انجام داده، پیغمبر رد نکرده، او را به نام چی یاد میکنه؟ تقریر. این را به نام حدیث یاد. خو بخاری دیگه امی قول پیغمبر است، عمل پیغمبر است، تقریر پیغمبر است. در بخاری حدیث ضعیف است مولوی صاحب؟ نه، یک مردم که میگه که قابل اعتماد است با می خاطر میگه که یک حدیث ضعیف نداره. اگر در کدام حدیثش مناقشه پیدا شده باشه علما جواب گفت. خوب مولوی صاحب خیر امیر رفلیدین چطور است؟ در مذهب ما نیست. او مولوی صاحب این حدیث خود در بخاری است. آلی چی میکنه؟ آلی خو یا میگه که منسوخ شده یا میگه صحیح است که در بخاری آمده خود در مذهب ما نیست. در کجا نیست؟ یعنی مذهب ما خلاف بخاری است. امو طور و نموت میکنه؟ یعنی مذهب ما خلاف بخاری است؟ نه. باز برات میگه نه منسوخ است. منسوخ. خیلی خوب. کی گفته که منسوخ است؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته. ما تقلید کی را میکنیم؟ برش از پیش سوال که امام ابو حنیفه شاگردایش هم میره گفته؟ شاگردایش گفته که حدیث منسوخ است؟ نه، شاگردایش هم نگفته. کی گفته؟ امام طحاوی رحمه الله، یکی از علمای احناف است. دیگه که چاره پیدا نکرده که از هر طرف معاصره شده، دیگه را پیدا نکرده، گفته حدیثش چی است؟ منسوخ است. علمای با انصاف احناف پشت سری از او آمد. ابن همام رحمت الله علیه صاحب فتح القدیر شروع کرد در جان امام طحاوی که از او کده پیش دیر شده، شروع کرد قول از او را چی میگه؟ بگوی قولش رد میکنه. کسی که دعای نسخ را داره قطعا قابل سمع نیست. علمای منصف صاحب انصاف علمای متأخرین علمای احناف هم امی گپ زمزمه میکنه
که دعوای نسخ را که کسی میکنه قطعا درست نیست، بلکه حدیث منسوخ نشده، بلکه آدم منصف میگه مثل شاه ولی الله دهلوی رحمه الله میگه رفع آدم را فردو ثابت است، خو رفع احب الیه، دست بالا کردن رفع الیدین چی است؟ خیلی محبوب برای ما است. مولانا عبدالحی لکنوی صاحب که در مسائل اختلافی در هر مسئله یک کتاب تصنیف کرده نوشته کرده دیگه، او را که مطالعه بکنی بعد از باز با چشم انصاف و با گوش انصاف گپیش بشنوی انشالله و با چشم انصاف کتابش مطالعه بکنی برات واضح میشه که دین چی را میگه. گپ است که کتمان نکنیم که سبب افتراق جامعه میشه. مردم سر ما سوال میکنه که افتراق شما پیدا کرده، ما میگیم عمل پیغمبر موجب افتراق نیست. اگر عمل پیغمبر موجب افتراق می بود، موجب افتراق هر چیزی که موجب افتراق باشه اگر در یک جای باشه در دیگه جا هم موجب افتراق است. لیکن ما دیدیم که عمل پیغمبر موجب افتراق نبود. چرا؟ اگرچه در مسجد تو موجب افتراق شمرده میشه، در حرم، در عربستان سعودی، در ممالک دیگه قطعا موجب افتراق نیست. حتی در ترکیه که یک مملکت صوفیزم است، امون جمع در مسجد برو چند قسم نماز بخون کسی هم برات بد سعی نمیکنه و نمیگه چرا این کار میکنی. در افغانستان هم در مسجد ما بیا، امی عمل موجب افتراق نیست، قطعا نیست. معلوم شد که هر چیزی که موجب افتراق باشه در هر جای موجب افتراق است. معلوم شد که سنت رسول الله موجب افتراق نیست. موجب افتراق کتمان علم است. موجب افتراق نگفتن ملا صاحب در مسجد تو حدیث رفع الیدین است که برای مردم توضیح بده، مردم بفهمانه که یک سنتی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی موجب افتراق شده، موجب بدبینی شده، نفاق شده. کتمان علم، کتمان علم اگر نشوه مردم بیدار میشه. اگر واقعا علما حقایق بیان کنه، حقایق بیان بکنه، کسی به نام مذهب دعوا میکنه، یقین بکن اگر یک نفر دعوا کنه کلگی میگه تابع کیستیم؟ کتاب الله و سنت رسول الله. بله در مسائلی که منسوسی نیست، اجتهادی است، پیروی امو عالم هستیم که گپش موافقی کی باشه؟ قرآن و حدیث باشه. یک نفر و شخص ما در خشکوتر پیرو نمیگیریم، هر عالمی که گپش موافقی قرآن و حدیث است میگیریم. اختلاف هست سالی؟ کلگی یک مسلک است، یک نظر است، هیچ نوع گپا وجود نداره. اگر نیکی گفتی که حیثیتا را کشیدی. اگر ما ایرا مثل جشن کی بگیریم که نصارا روزی تولد عیسی علیه السلام تجلیل میگیره، باز بدعت است، خو لیکن ما از او حیثیت نمیگیریم. خیر تو از کدام حیثیت میگیری؟ سیرت رسول الله دش بیان شوه، حیثیتا را بیان کرده برو، بدعت روا کرده برو. باز افتراق وجود داره. چرا؟ ما میگم بدعت است و تو میگی سنت است. ما میگم موجب عذاب است، تو میگی موجب. حالی مردم بیچاره عوام از کی را بگیره؟ از ما را خو به هیچ وجه نمیگیره. چرا؟ عوام همیشه میله را خوش داره یا نداره؟ جمع و جوش و ترق و طرق خوش داره یا نداره؟ میگه این ملا آمد ما را از هر چیز مونده، چی کنیم؟ بیایی که یک روزه خود چی بکنیم؟ میله بکنیم. میله را هر کس درست داره. قرآن کریم آیت سخترین جزای عالم بیان میکنه که مطلق چیزی که لعنت لیاقت گفتنش داره لعنت سرش میگه. معلوم شد که حتی پرنده و گپا چرا با لعنت میگه؟ هرگاه نعوذ بالله کتمان حق شوه مردم جاهل میمانه، که جاهل مان مامورات الله را عمل نمیکنه، از منهیات خودداری نمیکنه. این نیست که فساد در روی زمین قائم میشه. فساد در روی زمین سبب قحطی و بند شدن بارانا و سبب بند شدن رحمت الله است. و اینجا حتی مایه ها و پرنده ها چی میشه؟ متضرر میشه. از او خاطر وام لعنت میگه بالای کسی که کتمان حق میکنه. او طرف که اگه حقایق بیان میکرد یک دم در دنیا فساد نمیه، الله تبارک و تعالی رحمت خود روان میکنه و مورد رحمت الله همه چیز قرار میگیره. از او خاطر به کلگی چی هست؟ استغفار میکنه برای عالم. الا الذين تابوا، بله الله را بند نمیکنه ولو که انسان دمی قدر جرمان باشه اوی کمال نیکبختی و خوشبختی، بله انسان یک دفعه نمیفهمه میتور کارا را میکنه، بازم الله بر ما را اله کرده. الا الذين تابوا، بجز از کسانی که رجوع کردن، یعنی کتمان حق دیگه نمیکنه و اصل و اصلاح کردن. خدا اصلاح معنی است
یعنی از سابقه پشیمان شدن، توبه کردن و اصلحوا دستی عمل کتمان از بین بردن و بیانوا احکام الله را، دلایل روشنی احکام الله را به مردم واضح کردن. فاولئک اتوب علیهم، الله میگه تو مردم ها را من رجوع رحمت میکنم بالایشان. و انا التواب الرحیم، مخیل توبه قبول کننده بار بار رحم کننده استم. انسان مایوس نشوه، در هر مرحله گناه که قرار داری الله برات بیان کرد، حالی هم که تو اصلاح نشوی دیگه این خیلی بدبختی است. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر هستند و ماتوا بمیرن و هم کفارن، در حالی که در عقیده کفار باشه، یعنی یا بازم منکر دعوت حق هستند. اولئک اینمی مردم علیهم لعنت الله، بالایشان لعنت الله است، و الملائکه از ملائکه است، و الناس از مردم است، اجمعین تمامیشان. 4 قسم جزا الله تبارک و تعالی برشان بیان میکنه. کسی که کافر است، حق قبول نمیکنه و انکار از حق میکنه، نمیپذیره حق، 4 جزا الله برش داده. اول در لعنت الله تبارک و تعالی، لعنت مردم و ملائکه الله سرش است، 1 جزا. دوم خالدین فیها، دمی لعنت همیشه هستند، ابدی است، بخلاف لعنت دیگرها که اگر توبه میکرد الله بخشش میکرد، ای به حالت کفر وفات کرده، توبه موبه بند شده. 3 جزا لا یخفف عنهم العذاب، عذاب از یا سبک کردن همیشه، چرا که یا دائم در دشمنی اسلام کمر بسته کرده بودن، هیچ ضعیف نمیشدن. ولا هم ینظرون، مهلت هم برشان دادن همیشه که یا توبه بکنه یا چیزی فدیه بده. چرا؟ به خاطری که برای از یاد دنیا بسیار مهلت داده شد، قرآن روان شد، پیغمبر روان شد، تشریح شد، همه گپا بیان شد، لیکن این مردم بازم اصرار سر مو معصیت و عقیده غلط خود کرد، از او خاطر دائمی در اینجا می باشه. کفری قدر بد است، حق کی کسی نپذیرفته دائم در اونجا است. و الهکم اله واحد، باز بر میگرده مسئله در موضوع توحید و عقیده صحیح. و الهکم، معبود شما، اله واحد، یک معبود است، حقدار عبادت تنها اوست، لایق عزیزته که حاجتای خود از او طلب کرده شوه، حاکم تشریعی اوست، ذاتی که بیچون چرا سخنش پذیرفته شوه اوست. لا اله نیست لایق پرستش و بندگی الا هو، بغیر از الله تبارک و تعالی. دلیل داری؟ بله. الرحمن، که بی اندازه مهربان است، در جهان که هر چیز مشاهده میکنی آثار رحمت کیست؟ از وجود خود گرفته تا تمام کائنات که ما میبینیم، نه کسی حق داشت که الله این چیزا را پیدا کنه، نه کسی مطالبه کرده بود. الله تبارک و تعالی برای تو وجود داد، بعد از او برای تربیه وجودی تو تمام کائنات الله پیدا کرد، آسمان و زمین، بحر و آب، هوا و فضا را، درخت و میوه های گوناگون تمامیشه الله پیدا کرده. پس او ذاتی که کل کائنات از اثر رحمتش است، او قابل پرستش و بندگی است. چرا؟ خیلی مهربان ذات اموسته. الرحیم، رحم کننده است، یعنی نعمتای خوردم میده یا نعمت قطش لازم است، ضروری است، ذاتی از او از رحمت دور نمیشه، حتما رحمت قطش لازمی است. یا ای الله تبارک و تعالی رحم میکند در آخرت بالای از او خاطر لایق پرستش و بندگی است. بعد از الله دلایل میگه، قرآن درس دیگه میده، 3 جای دعوت به سوی توحید شد. یکی الحمدلله، بعد از او یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، این جای است. و الهکم اله واحد، ذاتی که قابل پرستش بندگی است و هیچ کس همراهش شریک نشوه، یک الله تبارک و تعالی است. دلیل داریم؟ بله. این صحنه پهناوری که الله پیدا کرده، وقتی نظر میکنیم آسمان، فضا، این زمین، درختها را، کوها را، درختها را، همه چیز میبینیم که در اینجا نظم و نظام الله حاکمیت میکنه، در بین از ترتیب وجود داره، هر کدامشه یک نظم دقیق وجود داره. این نظم دقیق دلالت بالای علمی الله میکنه و موجودیت همه چیزا دلالت بالای قدرت الله میکنه. علم الله و قدرت الله دو صفاتی کیست؟ بگه بزرگ الله سی، کلی صفات به او چی میشه؟ راجع میشه. پس وقتی که دارنده دو صفت کمال که را صفات الوهیت میگیم، این همی صفت ها خاص و خاص برای کیست؟ کسی دیگر هم لایق بندگی شده نمیتونه. دلیلش است الله تبارک و تعالی ما انسان ها را قوی تفکر میده، بر ما میگه نظر بکنه انسان ها
در ماحول یک گردوبریتان مشاهده کنید دلایل عظمت و معرفت الله را که الله را بشناسید، قدرت الله را که براتان واضح شود که الله کدام قدیر ذات است. ان فی خلق السماوات، میگه الله را از چی میشناسی؟ الله را در چی میبینی؟ الله را قدرتش، علمش، الله را تدبیرش، الله را اصلاحش مکمل در این مخلوقاتی که الله پیدا کرده من و جسم سر چی میکنم؟ مشاهده میکنم. نظم دقیق مهیمد است. برگای درخت از یک شاخه بگی چه قسم به کدام ترتیب الله برگا را وضع کرده، این درخت بیرون ببینی چه رقم خطای خطوط مساوی رگایی که مثل در وجود انسان است هر کدامش آب میرسه، این رنگ میبینی که رنگ کی برش داده. الله میگه این فی خلق السماوات، یقینا در پیدایش آسمان ها، والارض در پیدایش زمین، و اختلاف اللیل در اختلاف شب، و نهار در از روز، اختلاف شب و روز، یکیش تاریک دیگهش چیست؟ روشن است، یکیش سرد دیگهش گرمه، یکیش کوتاه دیگهش به اعتبار اثر هم فرق داره. در روزی نهار برای طلب معیشت است، لیل برای سکون است. والفلک التي، و کشتی که تجری روان است، فی البحر در آب، بما به او مالایی که ینفع الناس نفع میده مردم، و ما انزل الله آن چیزی را که الله فرو فرستاده من السماء از طرف بالا، من ماء از آب، فاحیا به الارض پس زنده میکنه توسط از زمینه، یعنی زمین خشک در حرکت میاره، برکت های مختلف از این زمین ظهور میکنه. بعد موتها پس از خشک شدنش، و بس گسترده ساخته فیها در روی زمین، من کل دابه از هر نوع جنبنده را الله دایی پیدا کرده و موقع یا زمینه را برش مساعد کرده در زندگی را. و تصریف الریاح گرداندن بادا که انتقال میکنه باد از یک جای به جای دیگه، و السحاب المسخر و ابری که رام کرده شده بین السماء والارض در بین آسمان و زمین. لآیات در تمام این چیزا نشانه های قدرت الله، معرفت الله است یا دلایل توحید الله است، لقوم یعقلون برای قومی که از عقل کار میگیره. این گپا را هر کس درک کرده نمیتونه، کسی که صاحب عقل و اندیشه باشه، قوی تفکر داشته باشه، این مردم درک میکنه که بله در بیرون که میبره وقتی نظر میکنه آخر معترف میشه که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقینا عذاب النار. چرا؟ این نظم و تنظیم میبینه، مشاهده میکنه، فضا را مشاهده میکنه، درخت مشاهده میکنه، بحر مشاهده میکنه، زمین مشاهده میکنه، کوه را مشاهده میکنه. عجیب است. انسان در آسمان نظر میکنه، میبینی چقدر سیاره ها و ستاره ها در اونجا هست، با کدام نظم و دیسیپلین یا میبره طلوع میکنه بعد از او غروب میکنه. دو ستاره بزرگ آفتاب و مهتاب که همیشه در زیر نظر ماست، یکیش در شب یکیش در روز با چشم میبینیم، حرکت منظم انجام میده. ادناترین چیستا کوتاهی یا ټالمټال در اونجا دیده نمیشه. خود به خود روان است یا ذاتی است که یار روان کرده؟ قطعا شده نمیتونه که ماده کور بتونه اینقدر نظم و نظام جهان چی بسازه؟ بگه ترتیب بده، تنظیم بده، قطعا نمیتونه. از او خاطر انسان متفکر ده همه چیز نظر میکنه. شب و روز میبینیم ده اختیاری کسی نیست. ده این روزه اگر اختیار در دست ما می بود، روزا را مثل روزای چی جور میکردیم؟ زمستانی. ای نه، بازی گرمی را از بین میبردیم، چی میکردیم؟ سرد میساختیم. شب خود اختیاری ما هست؟ نیسته. میگیم ذات دیگری در پشت سر است که گاهی شب میاره، یکیش روشن کرده دیگه شه، یکیش دراز کرده دیگه شه، بس در اختیاری ما نیسته. و این نظم و ترتیب خیلی دقیق است، یعنی که دقیق نیسته، بالکل دقیق است. ذاتی است که علم داره، ذاتی است که زنده هست، ذاتی است که قدرت داره، ذاتی است که تدبیر میکنه، ذاتی است که کسی مانعش نیسته. بالای صفات الله دلیل شد یا نه؟ الله عزیز زبردست است، ارادش میچله. چرا اگر نمیچلی دی کارا حتما خلل دیش واقع میشد. میشد یا نه؟ یک شب میشد طولانی میشد، یک روز میشد که بیخی یک ساعت میشد. لیکن نه، این نظم خاصی داره، حتما در پشت سرش یک ذاتی است که عزیز است. از او خاطر انسان متفکر بعد از اینکه تفکر در این اشیا بکنه، وجدانش وادار به این میسازه که نظام دنیا تحت تاثیر قدرت ذاتی است که او قادر مطلق است، علم محیط داره،
عزیز است، حکیم است، علیم است، حی است، قیوم است. این صفاتای الله تبارک و تعالی خود به خود به دست میاد و توسط صفات الله معرفت الله به دست میاد. معرفت الله چی میشه؟ به دست میاد. قادر مطلق کدام ذات است؟ عزیز کدام ذات است؟ حکیم کدام ذات است؟ علیم کدام ذات است؟ قیوم کدام ذات است؟ مالک متصرف کدام ذات است؟ پس لایق بندگی کدام ذات است؟ این دلیل شد بالای از که و الهکم اله واحد. چطور شده میتونه که ما این طور ذات را کی صفتا را داره ای را بگذارم نعوذ بالله سر سجده را به غیر الله بگذارم، با چیزی دیگری بگذارم؟ این خودش دلیل عزیز. از این خاطر بعد از ختم آیت الله بیان میکنه که دلایل روشن و واضح برای بندگی الله ذکر میشه، لیکن انسان های پیدا میشه که بعد از همین دلایل هم نعوذ بالله غیر الله را چی میگیره؟ معبود میکنه، معبود میگیره. در چی چیز؟ عبادت میکنه، نماز برش میخونه؟ نه، در محبت. امو قسم محبتی که با الله لایق است ای میگیره، با او هم امو قسم محبت میکنه. این محبت از کجا معلوم میشه؟ یک طرف محبت او چیز و یک طرف محبت او چیز. محبت او چیز غالب میشه سری محبت الله. یک آدم میگه قرآن دوست دارم، چرا؟ صفات الله تبارک و تعالی است. خیلی خوب، دم اینجا استادش پیر صاحب برش میگه که نرو در قرآن او تعلیمش نکو، آلی دیگه گپی از چی میده؟ ترجیح میده. آلی ادعای ازی که میگه محبت با کلام الله دارم که صفت الله درست است، دروغ است یا راست است؟ دروغ است. قرآن امی گپ بر ما واضح میسازه. و من الناس، بعضی از مردم، من کسی است یتخذو که جور میکنه، من دون الله میگیره بغیر از الله تبارک و تعالی، اندادن شریکا در طاعت در فرمان برداری، یحبونهم دوستی میکنه امرایشان که حب الله، به مثل که دوستی با الله تبارک و تعالی میشه. یعنی آنقدر اطاعت و فرمان برداری از او را میکنه، محبت قطعی از او داره، مثل که الله را محبت میکنه، همی قسم او را محبت میکنه. یک عمل و طاعت که برای الله انجام میده به مثل ازیم و نمی قسم طاعت انجام میده. الله حرام کرده که روزه خوردن نشوه، روزه گرفته شوه، به خاطر ازی تو محبت با الله داری که بله ما ای را میگیرم روزه را، دوستی دشمنی تو محورش فقط الله است، به خاطر الله به مردم دوستی میکنی، به خاطر الله به مردم، به خاطر الله به کسی میدی عطا میکنی، به خاطر الله از کسی منع میکنی. محور تمام تعلق و رابطه محبت کیست؟ الله تبارک و تعالی است. لیکن مردمای پیدا میشه که اینمی محور دوستیش فقط و فقط نعوذ بالله غیر الله است. خرچ و مصرف انفاقش به خاطر هموسته، منع کردنش به خاطر هموسته، محبتش به خاطر هموسته، دوستیش به خاطر هموسته. الله نیسته به خاطر ازوسته. اینی طور مردم با وصفی که دلایل برش گفته میشه حقایق درک کرده نمیتونه، در شرک مبتلا میشه. اینی رقم چرا؟ محبت الله را میگذاره، محبت غیر الله را میکنه. محبت الله را نمیکنه. قطع غیر الله محبت خیلی زیاد داره. چرا؟ در هر وقت مشکل خود آواز برای ازو میکنه، نظر به نام ازو میکنه. صحیح است؟ تعظیم و اکرام برای کی میکنه؟ ازو میکنه. اگر کسی در طریقی ازوست خو خوب بوره میپذیره، قدر و قیمت میده. اگر نباشه او را تعظیم میکنه؟ نمیکنه. از او خاطر یحبونهم که حب الله، مثل که الله را محبت داره اما قسم محبت میکنه. حالی یکی محبت فی الله است، یکی محبت فی الله است، محبت برای الله تبارک و تعالی است. این محبت مطلوب است، محبوب است. قد یک انسان تعلق و رابطه فقط و فقط به خاطر الله است، نه بچه کاکایت است نه بچه ماما، هیچ چیز نه، بلکه از ناحیه از او زیاد متضرر هم میشی. لیکن تو دوست داری، به خاطر کی دوست داری؟ دین الله، که خدمت دین الله را میکنه. بس اینی محبت مطلوب است، این خوب محبت است. خو یکی محبت امرای الله است، یک کسی دیگر را برابر الله جور میکنی، نعوذ بالله. حرام از او را مثل حرام کی میدانی؟ حلال از او را مثل حلال کی میدانی؟ حرام میدانی. دختر کمرش بسته که پیر صاحب حالی نکاح نمیکنه. چرا؟ به خاطر که پیر صاحب کمرش چی کده؟ بسته کده، خلاص. چرا 6 روز روزه میگیری؟ پیر صاحب گفته که 6 روزه گرفته شوه. بس اینی را میگه. والذین آمنوا، کسانی که ایمان داره، ایمان قرآنی،
اشد حبا لله، یا خیلی سخت هستند محبت برای الله تبارک و تعالی. چرا؟ به خاطر که محبت مؤمنا برای الله تبارک و تعالی سرچشمه هوشیاری و بیداری عقل است، که عقلی از یا بالکل بیدار است، هوشیار هستند، حقیقت درک میکنن. کمالات محبت یا اسباب محبت در الله زیاد است، از او خاطر محبتش با الله زیاد است. وجودی ما را کی داده؟ الله. رحم بالای ما کی میکنه؟ عزت ما را کی میده؟ قوت ما را کی میده؟ رحم سر ما کی میکنه؟ بخشش ما را کی میکنه؟ تربیت ما را کی کرده؟ باز به طرف کی رجوع میشیم؟ از او خاطر محبتشان امر الله زیاد است، که اسباب محبت در الله زیاد است.